سلام. امروز قرار ضد سرطان‌های طبیعی از نگاه علم پزشکی رو با هم بررسی کنیم. برخی مواد غذایی دارای ترکیبات آنتی اکسیدان و ضد التهابی هستند که میتونن احتمال جهش سلولی رو کاهش بدن، از آسیب DNA سلول‌ها جلوگیری کنن، در پیشگیری از برخی از سرطان‌ها نقش محافظتی رو دارن. حالا بریم ضد سرطان‌های طبیعی رو با هم دیگه نام ببریم و خاصیتاشون رو بگیم. چای سبز سرشار از پلیفنول‌های ضد جهش سلولی. گوجه فرنگی حاوی لیکوپن محافظ DNA در برابر اشعه‌های UV. انار کاهش دهنده التهاب و آسیب ژنتیکی سلول‌ها. زردچوبه مهار کننده تکثیر سلول‌های غیر طبیعی. کلم‌ها به خصوص کلم بروکلی فعال کننده سیستم سم‌زدایی سلول‌ها. ماهی‌های چرب حاوی امگا 3 ضد التهاب و مهار رشد تومور. شکلات تلخ سرشار از فلانوئیدهای آنتی اکسیدان بالای 70%. سیر تقویت سیستم ایمنی و مهار رادیکال‌های آزاد. انواع توت‌ها ترمیم کننده آسیب‌های DNA. کدو حلوایی و همچنین هویج سرشار از بتاکاروتن و همچنین محافظ سلول‌های پوستی. 3 مورد درباره پیشگیری از سرطان. تشخیص زودهنگام مهمترین عامل برای نجات بیمار است. این مواد غذایی که نام بردیم نقش حمایتی دارند اما جایگزین درمان پزشکی نیستند. مصرف منظم مواد غذایی که نام بردیم میتونه بخشی از سبک زندگی پیشگیرانه باشه. برای دیدن ویدیوهای بعدی لطفاً ما رو دنبال کنید و همچنین حمایتمون کنید. مرسی.